إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از صحابه کرام می‌فرماید که یکی از نفرها در نزد نبی صلی الله علیه و سلم طعام می‌خورد، لیکن این مرد همون در طعام خوردنش بسم الله را نگفته بودن. این عباره حدیث می‌خونیم ان شاء الله، دامش بیان می‌کنیم. فلم يسمي الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواية أبو داود است و نسائی. این حدیث می‌فرماید که وقتی که همون مرد طعام می‌خورد بسم الله گفتگی نبود در طعام خوردنش، حتی که لم یبقى من طعام الا لقمه، باقی نمونده بود از طعامش مگر یک لقمه، یعنی که طعام شب پورا قریب خورده بود کرده بود مگر یک لقمه ماندگی کی بود. فلما رفع الی فیه، پس هر وقت که برداشت همون لقمه آخرانش به سوی فیه گفته به سوی دهانش، در همین حالت گفت که بسم الله اوله و آخره، یعنی که بسم الله اولی همین بگیم طعامی که میخورده باشیم که آخری همین عملی که طعامی که میخورده باشیم همین خیلی معنا قطعی گفتن. فضحك النبی صلی الله علیه و سلم، پس نبی صلی الله علیه و سلم خندیدن. ثم قال، بعد از آن گفتن نبی صلی الله علیه و سلم ما زال الشیطان یأکل معه، میگه شیطان دائمی قطعی طعام خورد تا همین قریبی تمام شدنش را. فلما ذکر اسم الله، پس هر وقت ذکر کرد نام پروردگار را، استقاء ما فی بطنه، یعنی که استقاء به معنی که پرتافت، آق پرتافت آنچه که در شکمش بود. مرادش این است که وقتی که انسان بسم الله نمیگوید، الله پاک در اون طعام خوردگی اون نفر برکت نمیدهد و الله پاک چی برکتی اون طعام خوردگیشه و برکتی اون که بگیم که اون عملی کردگیشه که به بسم الله که باشد اون برکت ندارد و شیطان با همراهی اون نفر هست، یعنی که اون خلاف شریعت عمل کردگی است، خلاف سنت نبی صلی الله علیه و سلم عمل کردگی است. و همون خاطر هر کاری که در اون خلاف شریعت باشد، خلاف سنت نبی صلی الله علیه و سلم باشد، در اون شیطان با همراهی همین نفر هست است. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.